درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. خوش اومدین به محفل تاروت. سمیرا هستم، تاروت ریدر شما و با یک انرژی خانی دیگه در خدمتتون هستم. 2 تا دک داریم، گروه شماره 1 و گروه شماره 2. موضوع انرژی خانی همینه که میخوایم بررسی کنیم ببینیم که نهایتاً تا 10 روز 15 روز آینده چه اتفاقهای عاطفی، چه تغییراتی به لحاظ عاطفی در زندگیتون داره اتفاق میافته. جریان‌های عاطفی، تغییرات عاطفی رو میخوایم بررسی کنیم. گروه شماره 1 با این دسته کارت، گروه شماره 2 هم با این دسته کارت. هر کدوم که حس می‌کنین پیامی برای شما داره میتونین همون رو انتخاب کنین. اگر هم انتخاب کردن براتون دشواره میتونین که هر دو تا گروه رو نگاه کنین. با گروه شماره 1 شروع میکنیم ببینیم که از الان تا 15 روز آینده چه اتفاقهایی به لحاظ عاطفی در جریانه. خب برای هر گروه 6 تا کارت میکشم ببینیم که داستان از چه قراره. کارت اول 9 of cup، 7 of cup، ace of sword، 7 of sword، ستار و هایروفنت. خب انرژی آب رو داریم، تیر، آبان، اسفند. عنصر هوا رو داریم، خرداد، مهر، بهمن. و ببینیم که اتفاقها از چه چیزی دارن صحبت میکنن. با توجه به کارت اول و کارت آخر شما، برای دوستانی که گروه 1 رو انتخاب کردن، تغییرات عاطفی برای شما خیلی عمیق‌تر و یه جورای جدی‌تر هست. یعنی در حد اینکه سرگرمی باشه یا ببینم حالا دیت بعدی چجوری پیش میره، این مدلی نیست، خیلی جدی‌تر هست. با کارت هایروفنت تغییرات جدی رو نشون میده روی وعده 5. میتونه عقد باشه، میتونه نامزدی باشه، ازدواج باشه، یا در صورتی که با فردی وارد رابطه شدین که 5 وعده ازش گذشته، 5 فصل یا 5 ماه اگر ازش گذشته، نشون میده که بالاخره رابطه شما پیشرفت رو داره. من حس میکنم برای گروه شما روابطی رو نشون میده که برای خوشگذرونی و وقت گذرونی و این داستانا نیست، بیشتر انگار که یک چارچوب عاطفی رو نشون میده. یعنی شماهایی که گروه اول رو انتخاب کردین، الان وقتشه که عاشقانه ها به نتیجه برسه. یعنی حتی ببین درسته مثلا دریافت پیشنهاد و اینا هست، ولی گروه 1 بیشتر برای اوناییه که میخوان تشکیل خانواده بدن، به لحاظ عاطفی یک چارچوبی رو داشته باشن و برای شماها از یک همچین اتفاقهایی داره صحبت میکنه. یعنی وجهه کلی برای همه شما این مسئله هست. اما با کارت 9 of cup و 7 of cup اینجا 2 تا موضوع و مسئله وجود داره. اولیش اینه که یک شخصی، حالا ببین فرقی نداره شما آقا هستی خانم هستی، یک شخصی دلش میخواد که شما در جایگاه یک همسر وارد زندگیش بشی یا شما رو انتخاب کنه به عنوان همسر. علتش هم اینه که ظاهراً شما نسبت به این فرد در مرحله بالاتری هستی. یعنی زندگی شسته رفته‌ای رو داری، شغل مناسب رو داری، جایگاه اجتماعی رو داری، پس انداز داری، حالا نمیدونم چیزهایی که خیلی مادیات هستن، پول، خونه، ماشین. و شما رو فردی میبینه که موفق بودین، با حساب کتاب پیش اومدین تا تونستین که یک زندگی که همه چیز سر جای خودش هست رو داشته باشه. یعنی عاشق اینه که فردی هستین که با نظم، با انضباط پیش اومدین. به خاطر همینه که زندگی شما این دیسیپلین رو داره. یک زندگی هست که خیلی چیز نیست، از هم پاشیده نیست. یعنی منتظر نمیمونه که شما حالا مثلا پس اندازت رو داشته باشی یا مثلا پولتو جمع کنی فلان کار رو انجام بدی. یعنی خیلی عاشق این شخصیت شماست که تونستین یک همچین زندگی رو مدیریت کنی. و کارت 9 of cup این رو نشون میده، انگار که شخصیت شما رو یک فردی تحسین میکنه
و به خاطر همینه که میخواد شما رو به عنوان فردی که بلده چجوری قلق خودش رو از آب در بیاره، میخواد که شما رو انتخاب کنه به عنوان همسر، به عنوان یک رابطه جدی. و اگر هم طرف مقابلتون همچین شرایطی رو داره، یعنی اینجا یک شرایطی هست که شاید یکی از شماها حالا از هر نظر نسبت به دیگری یک لول بالاتر هست و این مسئله باعث شده که جذب شما بشه. ببین، اشتباه برداشت نکنین، مسئله به خاطر این نیست که عاشق خودم نیست، عاشق جایگاهمه یا چیزهایی که دارم. عاشق شخصیت شما، هوش و منش شما هست که اگر اهل حساب و کتاب نبود، اگر مثلا اهل جمع کردن و این داستانا و منطق نبود، نمیتونست همچین جایگاهی داشته باشه. پس شخصیه که خیلی هیجانی رفتار نمیکنه، یعنی خیلی رفتارهای بدون فکر نداره و یه جورایی اون ته شخصیت شما رو دوست داره. به خاطر همینه که جذب شما شده. برای عده دیگری با کارت 7 of Cups نشون میده که شاید الان شما در یک شرایطی یا در یک موقعیتی هستین که گزینه ها زیاده، یا خودتون ببین دارین فکر میکنین که کدوم گزینه رو باید انتخاب کنم، یا طرف مقابلتون بین گزینه های مختلفی سرگردانه. اما نهایتاً اگر یکی از شماها عنصرتون آب باشه، اونی که انتخاب میشه شما هستین، اونی که به عنوان جدی شدن رابطه، به عنوان همسر، در نقش همسر قراره که انتخاب بشه شما هستین. برای عده دیگری از شما چیزی که قراره براتون تا 10 یا 15 روز آینده مشخص بشه، خیانت ها و پشت پرده شخصی که براش نیت کردین. اگر شما خودتون یا طرف مقابلتون عنصرش هوا هست، متولد خرداد، مهر، بهمنه، نشون دهنده خیانت ها یا ملاقات های یواشکی طرف مقابلتون هست. اگر خود شما و طرف مقابلتون دیدارهای یواشکی دارین، بنا به هر دلیلی یواشکی پنهانی همدیگر رو میبینین، مراقب باشین. این مسئله قراره که لو بره و لو رفتنش حالا اینجوری که یا یک نفر صحبت‌های شما رو میشنوه، مثلا اگر با تلفن زیاد صحبت میکنین مراقب باشین، شاید یه نفر فالگوش وایساده. یا اگر این دیدارها، مخصوصا اگر دیدارهای شبانه هست، شاید شخصی میخواد که شما رو تعقیب کنه. پس برای دوستانی که عنصرشون هوا هست 2 تا حالت داره: یا خودتون دیدارها، صحبت‌های یواشکی دارین که این قراره لو بره، یا اگر اصلا همچین شرایطی، موقعیتی بین شما نیست، بهتره که حواستون باشه طرف مقابلتون به دور از چشم شما احتمالاً همچین دیدارهایی، همچین خیانت‌هایی هم داره بهتون یواشکی انجام میده. پس در حالت کلی، وجهه کلی برای خیلی از شماها، برای کسانی که گروه 1 رو انتخاب کردین، یک عاشقانه جدی هست و قراره که در نقش همسر، در جایگاه همسر شما برای مسائل عاطفیتون انتخاب بشین، یا اینکه شما قراره شاید الان در شرایطی هستین که نمیدونین کدوم گزینه رو باید انتخاب کنین. شاید انتخاب برای شما سخته، اما نهایتاً تا 5 وعده زمان آینده انتخاب نهایی اتفاق میفته. مسئله دیگری که وجود داره، اگر در رابطه با طرف مقابلتون یه شرایطی پیش اومده که شما قضاوتتون دچار مشکل شده، کارت استار نشون میده این فرد بیگناهه، این فرد به شما دروغ نگفته، چون ذاتاً کارت استار یک فردی هست که بدون لباس هست و معمولاً نماد معصومیت هست. و اگر مخصوصاً این برای اون دست از عزیزانیه که در ازدواج هستین، خب مثلا همسرتونه یا رابطه شما خیلی جدی هست، یعنی حداقل از 5 فصل گذشته اگر با این فرد رابطه هستین یا اگر متأهل هستین به پارتنرتون شک کردین، شک شما نابجاست، طرف مقابل شما به شما خیانت نمی‌کنه. اگر که حالا بنا به هر دلیلی مچش رو گرفتین یا نمیدونم شک کردین، یک سوء تفاهم رو این کارت نشون میده. بهتره که تصمیمات عجولانه نگیرین. شاید در زمان اشتباه، مکان اشتباه، چیزی که نباید رو دیدین، چیزی که نباید رو شنیدین، یا اون صحنه‌ای که شما دیدین
مثلا یک سوء تفاهم بوده برای دوستانی که در رابطه کاپلی همسرگونه هستین و دلتون میخواد که کارهای قانونی انجام بدین، میگه فعلا بهتره که دست نگه داری. یکی از طرفین واقعا بیگناهه. شاید مثلا اگر شما رقیب دارین، این کارت نشون میده که رقیب شما بیگناهه، اونی که کارها رو به اجبار پیش برده شاید همسر شماست. یا مثلا رقیب شما فردیه که همسر شما رو، پارتنر شما رو در تله انداخته. یعنی ببین یکی از طرفین اینجا به میل خودش یه کاری رو انجام نداده، یه حرفی رو نزده، انگار یک سوء تفاهم، یک اجباری پیش اومده. بهتره که هر دو طرف قضیه رو، یعنی از هر دو طرف به این مسئله نگاه کنین، چون یکی از طرفین اینجا بیگناهه. گروه 1 امیدوارم که جواب نیتتون رو گرفته باشین، ولی خب میدونین انرژی خوانی ها گروهی هستن، برای همه شما نمیتونه رزونیت کنه، پس اگر جزئیات بیشتر میخواین باید فال شخصی بگیرید. مرسی که هستین، منتظر ویدیوهای بعدی باشین تا ویدیو دیگر. بدرود. خب بریم سراغ گروه 2، دوستان و عزیزانی که این دسته کارت رو انتخاب کردیم. ببینیم که برای شماها چه پیامی وجود داره. خب دوستانی که این دسته کارت رو انتخاب کردیم، گروه 2، ببینیم که پیام تاروت برای شما چی هست. من برای گروه 1 6 تا کارت انتخاب کردم و قرار بود برای گروه شما 6 تا کارت باشه. نمیدونم چرا 7 تا شد، ولی خب اشکال نداره. 7 تا کارت رو با هم بررسی میکنیم. خب یکی از کارت هاییه که در گروه 1 هم بوده و شاید شما در گروه 1 بودین یا نیت شما، شرایط شما به گونه‌ای که شاید در 2 مرحله قراره که به جواب برسین، یا شاید بخشی از جواب شما در گروه اول بوده، بخش دیگریش در گروه 2 قراره که بهتون برسه. در هر حال کارت تکراری از گروه 1 رو داریم. کارت استار رو داریم، تن آف کاپ رو داریم، کارت تمپرنس، تری آف وند، کارت ایمپرر، کارت پیج آف کاپ و کارت فور آف وند. انرژی آب و آتش خیلی پررنگه. مرداد، آذر، فروردین، آبان، تیر و اسفند. انرژی آب آتش اینجا خیلی قوی افتاده. بریم سراغ تفسیر کارت ها. ببین یک وجه کلی بخوام براتون بگم با توجه به کارت اول و کارت آخر شما، خدا رو شکر برای هر دو تا گروه از اتفاقهای خوب، روشن و مثبت داره صحبت میکنه و نشون دهنده اینه که به لحاظ عاطفی تغییراتی که حال دلتون رو خوب کنه یا تغییراتی که قلباً شما منتظرش هستین داره اتفاق میفته. وقتی کارت استار ظاهر میشه یعنی اول اینکه به رضایت قلبی قراره برسین، دوم اینکه هر آنچه که شما در ذهنت منتظرش هستی یا مثلا در فانتزیهات وجود داره نزدیک به اون داره اتفاق میفته. پس میتونین که گروه شماره 2 خوشحال باشین و منتظر باشین که به لحاظ عاطفی اتفاقهایی که منتظرش هستین قراره بیفته. و با توجه به کارت اول و کارت آخر شما، برای خیلی از شماها آشنایی رو نشون میده. ببین خیلی جالبه، در گروه شماره 1 ما هایروفنت رو داشتیم که جدی شدن رابطه به لحاظ عقد و ازدواج رو نشون میده. برای شما فراوند رو داریم که اولا کارت جفتای روحی، سولمیت هست. دوم این که این کارت هم اشاره میکنه به دسته گل، به تاج عروس، به جشن کنار هم بودن. پس برای شما هم میتونه اینجوری باشه که برای گروه شما هم یک جشنی در راهه. تنها تفاوتش اینه که حالا برای گروه 1 خیلی کاپل تور داره پیش میره، یعنی اون رسمی شدن اتفاق میفته،
برای گروه شماها بیشتر انگار اون ورژن مجردها هست که دارن آشنا میشن، آشنایی با سولمیتشون، آشنایی با شاید شما فردی هستی که تا الان فرد درست زندگیت رو پیدا نکردی. این کارت صحبت از این میکنه که شما فرد درست زندگیت رو پیدا خواهی کرد و تفاوتش با گروه یک همینه. گروه یک پیدا کرده، الان داره ازدواج میکنه، یه قدم از شما جلوتر هستن. گروه شماره 2 فرد درست زندگیش رو پیدا میکنه و تازه اول راه هستین براتون. کارت تن آف کاپ معمولاً خانواده رو نشون میده، خوشحالی زیر سقف خونه و خانواده رو نشون میده. یا اگر مسئله شما با طرف مقابلتون به گونه‌ای بوده که چالش‌های خانوادگی داشتین یا از جانب خانواده‌تون خیلی تحت فشار بودین، کنار رفتن مسائل و مشکلات خانوادگی رو نشون میده و ورود شخصی که واقعاً قصدش جدی هست، میخواد با شما تشکیل خانواده رو داشته باشه. اگر بین شما و خانواده‌اش گیر کرده یا مثلا شما برای فردی نیت کردین که رفت آمد خانوادگی دارین، نشون دهنده اینه که این عاشقانه ها، این فردی که وارد زندگی شما میشه شاید شخصی هست که عضوی از خانواده هست، رفت آمد خانوادگی دارین، فامیل دور هستین، یک همچین مسائلی رو نشون میده. یعنی کلیدواژه خونه هست. شاید مثلا اخیراً یک جمعی جشنی بوده در یک خونه، شما ایشون رو اینجا ملاقات کردین، یا شاید در یک مراسمی که مربوط به ازدواج یا مثلا جشن تولد، یک همچین جشن دور همی رو نشون میده. شما اگر فردی رو اخیراً در همچین جاهایی دیدین، اشاره میکنه به اینکه ایشون فرد زندگی شماست. کارت تمپرنس تعادل رو نشون میده، نشون دهنده اینه که بالاخره به لحاظ عاطفی انرژی ها داره بالانس میشه. این بالانس شدن چه شکلی هست؟ بیشتر برای دوستانی هست که یا فاصله دارن، تریاوند معمولاً اون طرف مرز رو نشون میده، یعنی مسائلی که در خارج از کشور هستن. شاید رابطه شما لانگ از کشور دیگری هست، از استان دیگری هست، یا اینکه شما فردی هستی که مهاجرت کردی، در شهر دیگر، در کشور دیگری هستی و میگه آدم درست زندگیت رو در محیط جدید پیدا میکنی. یا اگر شما منتظر اومدن مسافری هستی، منتظر فردی هستی از راه‌های دور، این داره میاد، یا خودشه، یعنی فردی که از یک سری جاده ها، از یک سری مسیرها عبور میکنه که بیاد، یا اینکه شما حالا خودت هستی که داری مهاجرت میکنی و پیام کارت اینه که سرنوشت عاطفی شما کلا در شهر دیگری هست، در کشور دیگری هست. این برای اون دسته از عزیزانیه که شاید تا الان در محیطی که هستین به لحاظ عاطفی زندگیتون تعادل نداشته و سوال شما شاید همیشه این بوده که آیا اونی که سرنوشت منه در همین کشور یا در همین شهری که من درش هستم؟ چون شاید برای حداقل یکی از شماها این سوال پیش اومده، آیا شهر یا استانی که من درش هستم مشکل داره که من نمیتونم با فردی وارد رابطه بشم؟ آیا مردم این شهر مشکل داره؟ پیام تاروت برای شما اینه که سرنوشت عاطفی شما کلا در محیط دیگری، در لوکیشن دیگری که خیلی خیلی دور، فاصله زیادی از محل زندگی شما داره براتون اتفاق میفته. یک فردی این روزها خیلی داره به شما فکر میکنه، یا اگر شما آقا هستین و این روزها ذهنتون به شدت درگیر فردی هست، ایشون خودش داره میاد سمت شما. ببین، اگر اینجا ما 2 حالت داریم. اگر شما آقا هستی و این روزها ذهنت خیلی درگیر یک شخصی شده، این فرد خودش داره میاد سمت شما، یک چیزی که غیر مستقیمه. ببین، چون پیج هست خیلی مستقیم بیانش نمیکنه یا اون کلماتی که مد نظر شماست رو نمیگه، اما یه جورایی غیر مستقیم اون حرفی که باید به گوش شما برسه این رو میرسونه. پس این همه ذهنتون درگیر نباشه که الان چیکار میکنه، کجاست، درگیر چه داستانی، خودش میاد سمت شما، نگران نباشین. اگر خانوم هستین، شخصیت آقای این روزها خیلی داره به شما فکر میکنه. شاید عدد 4 برای شما معنی به خصوصی داشته باشه، عدد 4 2 بار برای شما تکرار شده. این فرد در فکر اینه که من چجوری، از چه طریقی بخوام که نزدیکش بشم، باش صحبت کنم. برای شماها اگر خانوم هستین، بیشتر در قالب دیدار و ملاقات هست، یعنی آقایی که داره میاد شما رو ببینه. اگر شما خانوم هستین، اومدن این فرد به سمت شما بیشتر در قالب مجازی، نوشتن یا مثلا تکست دادن میتونه باشه.
پس اتفاقهایی که برای گروه 2 هست با کارت اول و کارت آخر شما که فراوند و کارت استار هست نشون دهنده تغییرات عاطفی هست که اولا دقیقاً باب میل شماست، یعنی اونجوری که منتظرش هستی براتون اتفاق میفته. دوم این که برای گروه شما بیشتر آشنایی رو نشون میده. مثلا اگر شما کراش هستین یا سینگل هستین، منتظر این هستین که بالاخره من فرد درست زندگیم رو پیدا خواهم کرد یا نه، آیا این شرایطی که من یک دیت درست حسابی ندارم یا رابطه درست حسابی ندارم، آیا مشکل از منه، یا هر سوال این مدلی که دارین برای گروه 2 نشون میده که فرد درست زندگیت رو شما قراره پیدا کنی که به احتمال خیلی زیاد یا رسیدن و وصال شما با این فرد به گونه‌ای خواهد بود که یک همزمانی اتفاق میفته. یعنی به محض اینکه شما با این فرد آشنا میشی شاید یک مهاجرت، یک جابجایی هم به دنبالش باشه. یعنی به احتمال خیلی قوی این فرد از استان دیگر یا کشور دیگر هست، یا اگر شما در آستانه مهاجرت هستی با غم و ناراحتی داری میری که تنهایی این مسیر رو هم دارم من طی میکنم، میگه نگران نباش، سرنوشت عاطفی شما کلا در لوکیشن دیگری هست که احتمالاً تا 4 بعد از زمان آینده قراره بهش برسی. عدد 10 هم براتون افتاده، پایان یک دوره و چرخه رو نشون میده که با توجه به چینش کارتای شما همین دوره تنهایی هست، این دوره‌ای که انگار روابط شما به نتیجه نمیرسه یا سر و سامون نمیگیرین یا آدم درست وارد زندگیتون نمیشه، پایان این چرخه رو نشون میده. و چون 10 of cups هست برای خیلی از شماها فرد درست زندگیتون این بار به گونه‌ای قرار مسیر باش چیده بشه که به جشن، نامزدی و نهایتاً تشکیل خانواده قرار برسین که برای گروه 2 سفر و جابجایی یا مهاجرت هم خیلی زیاده. خب امیدوارم که جواب نیتتون رو گرفته باشین، لذت برده باشین، ولی خب میدونین انرژی خوانی ها گروهی هستن، برای همه شما نمیتونه رزونیت کنه، پس اگر جزئیات بیشتر میخواین باید فال شخصی بگیرین. مرسی که هستین، منتظر ویدیوهای بعدی باشین. تا ویدیو دیگر، بدرود.